دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور
قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه الله
صورت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله. دوستای عزیز، قسمی که شما خبر دارین، ما در ماه مبارک رمضان چندین برنامه را در ماه مبارک رمضان انجام دادیم. امروز 27 ماه مبارک رمضان است. فعلا ما در شاه شهید در شهر کابل قرار داریم و تیم سروی ما در حدود 10 فامیل اینا سروی کرده بودند که فامیلای واقعا به بضاعت و مستمند هستند. دیگه خواستیم که از طریق بنیاد خیریه باران رحمت برای از اینا کمک‌های غذایی داشته باشیم. دوستای عزیز، کسایی که ما را در برنامه امروز همراهی کردن، جا داره که از اونا تشکری کنیم. خواجه صاحب صمیم هم کمک کرده بودن و در ضمن عمادالدین نبیل خیل و در ضمن مورن که از جرمنی است، اونا ما را کمک کرده بودن. دیگه ما میخوایم که تشکری برای از اونا بکنم. I would like to thanks from Mr. Miran from his financial support. I really appreciate his support. Thank you. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ خیرتی؟ خیلی تشکر. میشه که نامتان بگین؟ نام قاری عبدالکبیر است، از ولایت پروان هستم. درست. اول سوالی قربان. بسیار خوب. قاری صاحب، چی مشکلات است، چی جنجال از زندگی، کار چی است؟ مشکلات دنیایی است دیگه. بله. دستم اوگار است. کار کردم نمیتونیم. درست. او دیگه کدام وظیفه اون تو دیگه خاص فعلا نیست. نداریم که. بله. یک وسیله شد. درست. پس خیر ببینه که شما این که زحمت کشیدی که زنگ زدی که ما آمدیم. تشکر. دستتان هم مشکل داره؟ خواه دستتان مشکل داره و کار کردن نمیتونین دیگه. کار کردن نمیتونین. درست. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ خیرتی؟ بخیر. جور میشه که نامتان بگین؟ اسم ما سمیع الله از ولایت نگران است.
بسیار خوب. سمیع الله جان چی کار وظیفه؟ والا کار فعلا خو که انجینیر هم باشی در وطن کار نیست دیگه، نه مزدورکاری سو نه دیگه سو هیچ کار بار نیست. قیمتی از اوجش به بالا رسیده، یک بوجار در 2.5 ماه سابق ارزان روغن از قیمت است، کار نیست. من اینجا خودم مسافر هستم، 2.5 ساعت پیدا میکنم، مورا خودم میخورم دیگه، فامیلم چه برم، در خانه مریضم دارم دیگه، مشکلات زیاد دارم. از خیریه باران ما تشکر میکنم که امروز جامعه ما همکاری کرد، با ما زنگ زد، من بسیار خوش شدم. یعنی یک آرزوی ارمان خدا آرزویشان پوره کنه، با دربار قبول کنه. ما از دیگه تجارت دیگه چیا میلیم میخوایم که با ما کمک کنه، به این چاره و پرده ما نمیشه اضافه کایت کنه 2 ماه 3 ماه دیگه. ما سخت ضرورت داریم، قیمتی به اوج بالا رسیده، زور ما نمیرسه، واسه ما نمیرسه، کار نیست، بیکاری بیخی از اوج پریده دیگه، توانش نداریم. من خودم من تاکسیوانی میکنم، من کم میکنم، تیل میپردم، تیل سابق دسیر په بوتاله د 70 رو رسیده دیگه، با تیل میکنیم، اذیت هم میکنه، در شهر به کاربار ما رو کس نمیمانه، به کارچونیم کس نمیمانه. بیخی مشکلات زندگی دیگه از یافت است، بر کل بر عالم معلوم است، کل مردم میبینه که این شارچی حال است، رسانه رو مردم میبینن، فقان مردم برآمد. خود ما رو خانه ما رو چند دفعه سروی کرد دیگه، کد کمک میشه، این میشون میشه، کمک به ما چیز نرسید. درست کمک چیزارم کلش هم کسایی که واسطه‌دار است دیگه است، اونو ما میخورن، ما غریب بیچاره سوختیم در مفمان، هیچ چیز بدل. خب صدایتان دوستا و عزیزا همگی صدای شما را میشنوه، ان شاء الله خواهش میکنیم که از اونام شما را در آینده و هموطنای ما که مشکلات زندگی دارن اینا را کمک کنن. تشکر. زنده باشید. شما هم تشکر. سلام علیکم خاله. خوب هستین؟ سلامتان خیرتی؟ تشکر. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. خاله بگین از روزگار زندگی میشه که چیز گفتنی داشته باشین بگین. واقعا میفهمیم مشکلات از غربت زیاد شده در کشور ما. شما روزگار ما خودم در 5 سال میشه که سرطان دارم، در طرف سینه چپم بود، عملیات کردیم. به دکتر صاحب معلوم است که من بیچکاری ما در 35,000 45,000 روپیه پیش از 20 سال سرک اول کارتینو میگرفتم. حالا پیشان میگیرم، پیشان میرم دیگه. در خانه کسی ندارم، 2 تا بچگکایم خورده است، 4 تا دختر دارم، 2 تا یک بچه دارم. خودم به میجان مریضم میرم، صفاکاری میکنم دیگه. بسیار دیگه شوق بر ما دین پیشین شما زنگ زدین، واقعا که بچگک همسایه ما خودمون تلفن کلان نداریم، تلفن ما خراب بود، ما لمبر تلفن از امو بچگک برتان داده بودم. باز بسیار خوشحال شدم، گفت باش بر ما ورد. من گفتم لمبر تلفن، گفت ناشناس است. خاله جان تو بگی که چی میگی تا که خاله تور بکی. باز من گفتم من یک لمبر داده بودم به دکتر صاحب، خدا کنه کمو شده باشه. خوشحال زیاد شدم. باز دیگه اینمی دیگه در خانه بسیار مشکلات داریم. یک خسر ما پیش مریض است، وام فرج است. درست دیگه چیز داده گزن دادیشه، سرطی رغزی کرده 3 دفعه دیگه. خودم هم سرطان داشتم، طرف سینه چپ ما بیخی بیخی پس کردیم. بسیار روز بدی دارم دیگه. از خدا و از خودت میشه، اگر میدایی میشه و دوای تار میکنیم انشالله. کوشش ما ممی است که همی صدای کاریگر ندارم. میفهمیم یعنی این از خاطر ازی گریان نمیکنم، به خاطر قلب خود گریان میکنم، به خاطر اولادایم گریان میکنم که من نانوار خانه ندارم. نانوار خانه خود بس دیگه، من نانوار ندارم. غیر خدا بسیار دین روز خوشحال شدم. خدای کمک که ما کرده، همیشه دست ما را که گرفته، دست از یار خداوند تعالی بگیره، از شما را بگیره، از کسایی که کوشش کرده کار کرده که تا حال اولادتان چراغان باشین، آرام باشین. خدا کنه همیشه ما در یادتان باشیم. وکیلای کوچه گذر، وکیل ما هیچ چیز کمک نکرده. هر وقت که میایه در پشت خانه یک بانگیری میکنه، قوم خویش خودم میگیره. ما پری روز رفته بودم دان چمن، از صبح که بودم این روزه در دان من دموج شیشته بودم، سر سنگچلا هر طرف سنگچل سر موار میکردن، که تو تفنگا سر موار میکردن. آردار آورده بودن، آردار پس بار کردن، بس بردن ما را از دروغ نام ما را تو سر سنگچلا شانده بود گرفت. باز خاله جان ما شما را میخواهیم در وجه شما بیایین، در پلچرخی بیاین. کجا رفتیم؟ ما که رفتیم گفتیم ناما دروغ است و طالبا بار کرد به خود برد. اونجا مردم چی میکرد؟ ما را تا این قیلقه کارتا میداد. ناخونای ما به اینی رقم است، ما تمام روز صفا کاری میکنیم. بله. دیگه اونجا که رفتیم باز صبحش رفتیم، باز بر ما نداد.
گفت برینک شما خیلی بلچرخی ما گفتم من مریض هستم، ماه مبارک رمضان است، من رفتن نمیتونم. نرفتم. همونجا خداوند تعالی نصف شب خیستم دعا کردم، گفتم ای خدا اولادای من هیچ چیزی نداره، خدای من کمک از خودت میطلبم. پس همت نامید طرف شام در رای کوس رمضان داد، خانه در نقاش جوشیر است. از اونمو جگه ما مت گشنه تشنه ما رفتیم. آذان وقت داده بود. آذان داده بود دیگه. ما از خدا و شما میخوایم، از مردم میخوایم که امرای ما کمک کنه، می میشه ما دوایتان میکنیم که بسیار برای معلوم است دیگه خداوند تعالی که ما دروغ نمیگیم. این از دل سوخت خود گریان میکنم که بسیار من جاری تیر کردیم. این میال پیسه یک واکسین من ندارم. این میال من مادم واکسین میکنم 6000 روپیه مرا واکسین میکنه زبیستان گذای. این میال این واکسین من 3 واکسین من سر به سر مونده. هزار کس من میتونم پیسه و من نمیتونم چی کنم. واکسین های من مونده، واکسین های سرطان. واقعا مشکلات زندگی زیاد است. من آوردم، من رخصت زیاد در خانه دارم، بیخی خسته شدیم. کوشش ما ممی است که ما صدای شما را به مو دوستای خود برسانیم تا اونا بتونن امرای شما کمک کنند. بسیار نقصای ما در خانه زیاد است. ما می آوردم مرا گفت در تلویزیون ببر، ما نفهمیدیم که طالبا می امسال گیدی تلویزیون نشان میده. اگر نه ما در برنامه افطار ما میرفتم، رو واقعیت راستی خدا ما میرفتم که من این میاره دونیم لگر پس پیسه دوای ما قزار است. بیادر ما دوا پیسه ندارم. با زبیستان گذای یک دفعه باز ما نقصای ما کل نقصای ما زبیستان گذای از پاکستان است که علاج مرا بسیار به سختی اول خدا مرا جور کرده. اینمی دکتر صاحب زبیستان گذای واکسین یایم دوای ما کلش از می گرفتیم. میگه خواهش من اینمی است که اگر کمک کنه من سرطان دارم، اینمی دواگه که مرا می ماداماگه که ما کمک کنه بسیار از پیش کلگیتان خوش میشم. هر کسی کمک کرده که تا اولاد خدا رام باشه، چراغان باشه، دنیاش مامور باشه، خدا بسیار بتید. این زنگ شما زدین، خداوند تعالی که تا حال اولادتان بیادر ما فامیل کل مسلمانان را آرام داشته باشه. تشکر. خیر ببینین، آرام باشین. السلام علیکم. دیگه دوستای عزیز، قسمی که شما میفهمین که هموطنای ما مشکلات زندگی بسیار زیاد شده در افغانستان. خواست ما ممی است که صدای این از اینا را ما بر شما برسانیم تا شما بتانین که هم مصدر خدمت به هموطنان عزیز ما باشین. مادر خوب هستین؟ خوب خیرتی؟ تشکر. زنده باشین. میشه که از باره زندگی خود بر ما بگین؟ بیادر زندگی خراب است. بله. اگر ملکه هم است جدال خودم میدانم، ما نمیده یک چیز. بسیار حالات ما خراب است. بله. امیال می پیسه نیست که مقصد خود دوا بگیرم برو پیش دکتر. این تو روزگار ما خراب است. خدا که شما خوب شوه، که اون نفر که شما کمک کرد از خدای پاک روز خوب بده. تشکر. خدای پاک در جوانی شما برکت بانه. خدای پاک سر شما را لکنه، اولاد شما زنده باشه. که اشتاق خود کلی که شما بیادر خیلی روزگار خراب است. امی تو روزگار خراب است. سیر می خود غریب کس دقیقش نیست. نه ما میگیره که میریم میگه برای قرار خانه خود بشینی، پس میشینی. میگه پا ما رگه می اندگه کم کمک شو بر ما اگه چیز چه کنه خانه شعبت. بسیار روزگار ما خراب است. بیادر بگه چی بگیم. کردنش به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. دوستای عزیز، قسمی که شما برنامه ما را دیدین امروز تقریبا در حدود 10 فامیل به بضاعت از طریق بنیاد خیریه باران رحمت کمک‌های غذایی شده. دیگه من خواستم که یک بار دیگر کسایی که در برنامه امروز ما را همکاری کرده بودن، بالخصوص بنیاد خیریه باران رحمت همکاری کرده بودن، از اونا خواست تشکری کنم. تشکر بسیار زیاد از همگیتان و در ضمن یک خواهش از همگیتان دارم که امروز 27 ماه مبارک رمضان است و ماه مبارک رمضان هم در خلاصی است. دیگه خواستم خواهشم از تمام دوستا همی است که شما ما را در دعایتان داشته باشین، بالخصوص تیم بنیاد خیریه باران رحمت در دعایتان داشته باشین. و تشکری خاص از استاد محترم آجی صاحب اسدالله میکنم که اونا در این راستا بسیار زیاد کوشا هستند. دیگه انشالله شما ما را در برنامه بعدی هم همراه داشته باشین و یک چیز شما فراموش نکنین که چینل یوتیوب ما را و صفحه فیسبوک ما را دنبال کنین و هم اینا میتونین شما شریک بسازین همراه دوستایتان که اونا از امی کارهای ما و از پروگرام‌های ما هم اونا هم با خبر شوه. این هم یک صدقه خیری است. خداوند همگی شما را اجر اخروی و دنیایی نصیبتان بکنه. دوستای عزیز، جا داره که تشکری کنیم از خاطر زمینه مساعد ساختن برنامه امروز ما را. امروز آمدیم در کرکت اکادمی کرکت آمدیم که به نام ملی کرکت اکادمی است. تشکری میکنیم از اینا که اینا امروز همراه ما همکاری کردن. تشکر بسیار زیاد از همگیشان.